مکانهای جذاب و زیبای زیادی توی این دنیا هستش که با وجود جذابیت‌های زیادشون متروکه و رها شده هستن. یکی از این مکانها جزیره پوگلیا هستش که بین شهر ونیز و لیدو در شمال ایتالیا قرار گرفته و به جزیره تبیدیا معروفه و بر اساس داستان‌های محلی صدای ارواح از این جزیره به گوش میرسه و هر کسی که تا به حال به این جزیره رفته یا مرده یا روانی شده و عقلش رو از دست داده. حالا بریم سراغ این که چرا این جزیره به این زیبایی و قشنگی به این روز در اومده. باید بگم که من آیده هستم و اینجا چنل ویزلی ریپورتره و بریم سراغ داستانه. جزیره پوگلیا در سال 421 بعد از سرنگونی رومانی ها کشف میشه و خب مردم خیلی زیادی از طبقه مرفه توی ایتالیا مثلا از شهرهای بزرگی مثل پادوا و استه میرن به این جزیره که یه سرپناهی واسه خودشون درست کنن، چون این جزیره بالاخره کوچیک بوده و مورد حمله حالا دشمنا قرار نمیگرفته. و خب چند دهه مردم تو این جزیره با آرامش خیلی زیادی زندگی میکنن تا اینکه در سال 1179 یه سری از گروه‌های جنوا میگیرن به این جزیره حمله میکنن و خب این جزیره دوباره متروکه میشه، کسی توش زندگی نمیکرده تا اینکه در سال 1645 حدود 5 تا گروهک نظامی از طرف حالا دولت وقت ایتالیا میان و مسئول میشن که از این منطقه که حالا جزیره پوگلیا هم توش وجود داشته محافظت بکنه. سرنوشت این جزیره کوچیک و زیبا متاسفانه با بیماری طاعون پیوند میخوره. در واقع در سال 1147 اولین اپیدمی بیماری طاعون از شهر سیسیلی شروع میشه و یک سال بعد یعنی در سال 1148 میلادی به شهر ونیز میرسه و در اثر این بیماری وحشتناک حدود نیمی از جمعیت شهر ونیز جون خودشون رو از دست میدن و همونجوری هم که اول ویدیو بهتون گفتم این جزیره نزدیک شهر ونیز قرار داشته. در سال 1793 یعنی فکر کنم بچه‌ها 144 سال بوده که ایتالیا با این بیماری درگیر بوده. تعداد کشته ها خیلی زیاد میشه و خب دولت برای مهار این بیماری میاد افراد سالم رو از افراد مریض جدا میکنه. برای همین هر کسی که حالا یه علائمی داشته از بیماری طاعون رو میفرستادن به همین جزیره پوگلیا که مثلا اونجا قرنطینه‌شون کنن و حالا به اصطلاح درمانشون کنن. در واقع هیچ درمانی برای بیماری طاعون اون زمان نبوده و هر کسی به این جزیره فرستاده میشده کشته میشده. و خب این جزیره اینجوری بوده که حالا هر کسی میمرده رو میسوزوندن، اونایی هم که حالا علائمشون شدت میگرفته رو زنده میسوزوندن. توی این برهه زمانی حدود 160,000 نفر توی این جزیره حالا یا میمیرن بر اثر طاعون یا حالا کشته میشن بر اثر اون دکتر پرستارا مثلا. و خب مردم همچنان عقیده دارن که ارواح این بیمارای بدبخت هنوز هم تو اون جزیره سرگردونه. در واقع این جزیره پر اجساد این آدمای مریض سوخته شده بوده و شرایط روز به روز بدتر می شده. ولی خب بالاخره اپیدمی طاعون تموم میشه و روزای سختم مثلا تموم میشه برای این جزیره. خب همونجوری که گفتم با تموم شدن اپیدمی طاعون اتفاقای شوم این جزیره تموم نشد. در واقع در سال 1922 دولت تصمیم گرفت که ساختمان‌های نیمه کاره حالا یا مثلا داغون این جزیره پوگلیا رو بازسازی بکنه و ازشون به عنوان بیمارستان برای افراد روانی استفاده کنه که مثلا برن اونجا و درمان بشن و برای خودشون یه زندگی تازه دست و پا کنن. ولی در واقع حقیقت اصلا این نبود بچه‌ها. اون از بیمارای روانی به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می‌کردن. پزشکای این جزیره که حالا من نمیدونم واقعا اسم پزشک مناسبشون هست یا نه، ولی به هر حال انواع اقسام آزمایش‌ها و اعمال غیر انسانی رو روی این بدبختای بی‌پناه مثلا افسرده به هر حال مریض بودن دیگه، بچه‌ها مریض روانی بودن انجام میدادن. و خب این آدما اکثریت از اینایی بودن که حالا از خانواده‌های ضعیف بودن، خانواده‌هاشون حالا برای حفظ آبرو از اینا رو برگردونده بودن، کسی پیگیرشون نبود. خلاصه یه تومه خیلی راحت بودن برای آدمای روانی و حالا خیلی هاشون یا به خاطر بیماری خودشون میمردن یا به خاطر حالا آزمایشایی که روشون انجام میشد به هر حال سوزونده میشدن. و یه سری آدم روانی دیگه که اسم پزشک رو خودشون گذاشته بودن از بقیه شهرها و کشورها می اومدن که مثلا رو اینا آزمایش انجام بدن. در واقع با چکش و مته میافتادن به جون مغز این بدبختا که مثلا بتونن یه راه درمانی برای بیمارای روانی پیدا کنن که حالا امروزه میگن عمل لوبوتومی انجام میدادن روی این بدبختا. و اگه یکی از بیمارا هم مثلا مقاومت میکرد یا نمیذاشت که اینا مثلا روش همچین آزمایشایی انجام بدن مجازات میشد. در واقع یه برجی اونجا بود بهش میگفتن برج بل
و از اون بالا این بدبختو مثلا پرتش میکردن پایین. یه سری از نقل قول‌ها وجود داره که میگفتن بعضی از این دکترای این جزیره توسط روح اون آدمایی که حالا شکنجه شده بودن یا حالا به ناحق مرده بودن اذیت میشدن. حالا اون روح‌ها اطرافشون صدا میدادن، باشون حرف میزدن یا وسایل رو جابجا میکردن. اتفاقات ماورطبیعی عجیب غریبی دور برشون میافتاده که باعث میشده این پزشکا برن روی همون برج بل و خودشونو بندازن پایین که بمیرن و از شر این آزار و اذیت‌ها و این اتفاقات عجیب غریبی که دور برشون میفته راحت کنن خودشونو. 46 سال بعد، یعنی در سال 1968 به دلیل جریانات غیر انسانی این بیمارستان بسته میشه از طرف دولت و خب میان جزیره رو میدن به کشاورزا که حالا کار کشاورزی توش انجام بدن، ولی بعد از یه مدتی کار کشاورزی هم میخوابه و این جزیره به طور کلی متروکه میشه. داستان‌های زیادی راجع به ارواح سرگردون این جزیره گفته شده بچه‌ها. دلیلش اینه که این جزیره شاهد مرگ‌های ناعادلانه زیاد و سختی بوده و همین باعث شده که اون انرژی خیلی غم‌انگیز و وحشتناکی توی این جزیره همچنان بمونه. و حتی خیلی‌ها گفتن که صدای گریه و زاری یا حتی سرفه بیمارایی که قبلا اینجا به ناحق کشته شدن شنیده می‌شده. یه سری دیگه از اهالی نزدیک این جزیره میگفتن که توی ساختمان‌های متروکش روح‌های خشنی وجود دارن که میتونن انسان‌ها رو حتی لمسشون بکنن، هلشون بدن و در یه سری از مواقع حتی خفشون بکنن. یه سریای دیگه هم داستان یه خانواده‌ای رو تعریف میکنن که واسه تعطیلات به این جزیره میرن، ولی خب دقیقاً شب همون روزی که به این جزیره رسیدن این جزیره رو ترک میکنن و هیچ وقت دلیلش هم نگفتن و به این سوالی هم جواب ندادن. ولی خب یه سری از آدمایی که نزدیکشون بودن میگفتن که وقتی اینا رفتن توی جزیره بعد از چند ساعت صورت دختر کوچولوشون زخم میشه، یه زخمای خیلی عمیق که با بخیه مجبور میشن جلوی خونریزی رو بگیرن. یه سری اتفاقات دیگه هم که افتاده این بوده که مثلا یه مردی از این آدمایی که حالا جهانگردی میکنن و اینا برای اینکه مثلا ثابت کنه همه این حرفا الکی پلکیه میره تو این جزیره و خب بعد از 1-2 ساعت پا به فرار میذاره. بعد که ازش میپرسن خب چی شده تو که این همه ادعا داشتی، میگفته که یه سری صدا میشنیده که بهش میگفته که تو سریعتر برای این جزیره رو ترک کنی، اگه جونتو دوست داری سریعتر این جزیره رو ترکش کن. و خب مثلا ماهیگیرایی که اون اطراف ماهیگیری میکردن میگفتن که ما وقتی که مثلا تور مینداختیم به جای ماهی جسد آدمایی که حالا اونجا کشته شدن به تورمون میخورده، یعنی استخون اون آدما رو ما جمع میکردیم. و یه بار هم یکی از این ماهیگیرا اومده که تورش رو جمع کنه، حس کرده که یه نفری دستش رو گرفته و همین شده که دیگه به اون منطقه برنگشته برای ماهیگیری. اصلا تمام این نقل قول‌ها و داستان‌ها در حد داستان بوده، هیچ کس نتونسته واقعا ثابت کنه که مثلا ارواح تو اون جزیره هستن، این اتفاقا واقعا افتاده یا نه. ولی خب دولت ایتالیا بیشتر از 200 ساله که این جزیره رو متروکه اعلام کرده و هیچ کس به صورت قانونی حق ورود به این جزیره رو نداره. فکر کنم بیشتر برای اینکه بتونن احترام بذارن به آدمایی که اون زمان اینجا به ناحق کشته شدن. نظر منه. و خب اشا ما الان میگیم که حالا این مکان شوم ارواح توشه و فلان، بعد اینو بدونین که وقتی یه محلی، حالا یه خونه، یه جزیره، یه شهر فرقی نمیکنه، همچین شکلی میشه، همچین انرژیای منفی توش به وجود میاد، یعنی که شما فکر کن چه جنایت‌های وحشتناکی در حق آدم‌های اونجا صورت گرفته که همچنان بعد از مرگشون هم اینا آرامش ندارن، یعنی آرامش رو پیدا نکردن، نه سنگ قبری دارن، نه کسی رو داشتن که به یادشون باشه، نه کسی رو داشتن که دلسوزشون باشه ازشون دفاع کنه. و این ارواح همچنان میخوان که انتقام مرگ ناعادلانه‌شون رو از بقیه بگیرن. پرونده و داستان امروز هم همینجا به پایان رسید. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که شب بتونین راحت بخوابین و نترسین، چون که ما کیلومترها با جزیره پوگلیا فاصله داریم. و همین دیگه، خدافظ.